سلام دوستان، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوایم 4 تا شغل پردرآمد بهتون معرفی کنیم که مخصوص عزیزان تهرانیه و نیاز به هیچ سرمایه اولیه‌ای نداره. اگر شروع کنید بعد از 3 ماه به درآمدهای بالایی ازشون میرسید. فقط لازمه که بتونید خوب صحبت کنید. شغل 4م از بقیه شغلها راحت‌تر و پردرآمدتره. شغل اول، اگر تهرانی هستید میدونید که کارمندای شرکتی از صبح تا بعد از ظهر سر کار هستند. توی محلات اداری وسط شهر میتونید تعداد زیادی از این شرکت ها رو پیدا کنید. کاری که باید انجام بدید اینه که غذاهای کوچیک و تبلیغاتی چاپ کنید. این غذاها قیمتای زیادی ندارن. روی این برگه ها بنویسید غذای خونگی اقتصادی تحویل میدید. سعی کنید کاملا منطقه‌ای کار کنید. مثلا فقط روی منطقه 6 تهران و چند تا شرکت نزدیک به هم متمرکز بشید که کار تحویل غذا به راحتی انجام بشه و پراکندگی کار نداشته باشید. منظور از غذای اقتصادی غذایی هست که میتونید خیلی ساده در حد آش و خوراک لوبیا یا دلمه و قرمه سبزی باشه. حالا فقط کافیه با یک خانم خانه‌دار هماهنگ کنید و یک منوی اقتصادی برای کارتون بنویسید. اگر از قیمت و کیفیت کارتون راضی باشند به زودی به درآمد بالایی میرسید. الان بهتون میگم چطوری. بهترین روش کار اینه که با افراد مستقیم قرارداد ببندید. یک منوی قرارداد هفتگی تهیه کنید و ازشون پیش پرداخت بگیرید. اگر این کار رو تا 3 ماه مستمر انجام بدید مشتری‌های ثابت خواهید داشت. اگر روزی فقط 20 نفر مشتری ثابت داشته باشید که از شما 100 تومن خرید انجام بدن، 50 تومن سود شما و 50 تومن سود خانم خانه‌دار میشه. در یک روز میتونید 1 میلیون تومن سود خالص داشته باشید. دوستان، این کمترین حالت درآمدی شماست. کارتون رو گسترش بدید. میتونید 10 مشتری ثابت جذب کنید. فقط توجه کنید که منوی غذاهاتون کاملا اقتصادی و به صرفه باشه، چون مشتری هدف شما کارمندایی هستن که درآمد کارمندی دارند و سر ماه حقوق میگیرند. چه بهتر که شما هم سر ماه قراردادتون رو باهاشون تمدید کنید و با غذاهای ارزون و به صرفه ازشون پذیرایی کنید. شغل دوم، اگر تهرانی هستید میدونید که شلوغی و ترافیک شهر باعث میشه خیلی وقتا به کارامون نرسیم. این شلوغی برای همه هست، ولی همیشه تو دل هر مشکلی یک فرصت هست. توی برنامه دیوار و شیپور تهران و شهرهای حومه تهران یک آگهی بزنید و بنویسید کارهای اداری و شرکتی شما را انجام میدیم. خیلی وقتا از شهرستانا هم با شما تماس میگیرن که کارهای اداریشون رو انجام بدید. خیلی از افراد وقت کافی برای انجام یک سری از کارها و یا منتظر موندن توی صف‌های طولانی رو ندارند، یا در صورتی که کسی ساکن تهران نباشه قطعا برای انجام کارهاش توی تهران مجبوره که 1 یا چند روز زمان برای پیگیری کارش صرف کنه و احتمالاً بیشتر از این زمان صرف رفت و آمد به پایتخت میشه. کاری که شما باید بکنید اینه که این کارهای اداری و وقتگیر رو به پیک‌های موتوری بسپارید و با خیال راحت کمیسیون خدماتتون رو دریافت کنید. ممکنه در روز 7 الی 8 خدمت جدید دریافت کنید که قطعاً همشون رو نمیتونید خودتون انجام بدید و اصلاً منطقی هم نیست که تنهایی این کار رو انجام بدید. بهای خدمات بسته به سختی و زمان بر بودن کار توسط شخص شما تعیین میشه. اینجوری فقط با چند تا تلفن و توی خونه میتونید کسب درآمد کنید. شغل سوم، دوستان، تهران منبع تولیدی ها و اجناس دست اوله. تو بازار بزرگ تهران میتونید اجناس تولیدی پایتخت رو با قیمت‌های خیلی کم به صورت عمده بخرید و آنلاین شاپ راه بندازید. اگر در ابتدای کارتون سرمایه ندارید فقط کافیه همت کنید و با اجازه فروشنده از محصولات تولیدی عکس بگیرید. همین. با همین عکس و فیلم ها میتونید یک پیج اینستاگرام بزنید و یا توی دیوار و شیپور شهرستان ها تبلیغ کنید. در اول کار فقط روی فروش یک کالا تمرکز کنید.
بعد از اینکه مشتری به کارتتون پول واریز کرد، پرسنت خودتون رو کسر کنید و مابقی رو به فروشنده تحویل بدید تا کالا رو برای مشتری ارسال کنه. دوستان، توی تهران دست روی هر کالایی بذارید عالیه. از شال و روسری و مانتو تا لباس زیر و لوازم آرایشی و لوازم خانگی. انتخاب با شماست که کدوم کالا رو انتخاب کنید. شغل چهارم. اکثر افراد توی تهران آپارتمان نشین هستند و وقت کمی برای رسیدگی به کارهای ساختمانی دارند. من اگر توی تهران زندگی می کردم با چند تا مدیر ساختمون صحبت می کردم و خدمات آپارتمانی بهشون ارائه می دادم، مثل نظافت راه پله ها، تعمیرات آسانسور، باغبانی حیاط مشترک و هر چیزی که مربوط به نگهداری آپارتمان میشه. برای این کار با چند نفر هماهنگ میکردم و این وسط پورسانت خودم رو برمیداشتم. نگید که نمیشه. تا این کار رو انجام ندیدید و نتیجهش رو ندیدید قضاوت نکنید. از 10 تا مدیر ساختمون حداقل 2 تاشون قبول میکنن با شما همکاری کنند و اگر مشکلی توی ساختمون پیش اومد اولین نفر به شما زنگ میزنند. زندگی تو شهری مثل تهران انقدر مشکل و دغدغه رو سر مردم میریزه که جایی برای فکر کردن باقی نمیذاره و به محض بروز مشکل توی ساختمون اولین کسی که یادشون میاد شما هستید. میتونید این خدمات رو توی دیوار و شیپور هم آگهی کنید و بابت هر مشتری پورسانت بگیرید. فقط کافیه که بتونید خوب صحبت کنید و کاراتون رو معرفی کنید.